ما افیر بمی. السلام علیکم تماشابینان عزیز و ارجمند، مشتریان سیمای دیار. عزیزان دل و دیده، در همین آغاز سال نو میلادی، یعنی که سال 2020، ما تصمیم گرفتیم طریق یک برنامه خیلی عالی جنابی تحت عنوان 2020 مهمان خاندان هر یکی شما گردیده باشیم. عزیزان دل و دیده، این برنامه نو است. با یگان چی شما وادار نمی‌سازد، تنها در خانه در رو برای آینه نیلگون نشسته ما را تماشا کنید. همینش ما به کفایه رفیقا. اصلا گریم اگر سال نوی 2020 امروز سالی موش سفید میگن از روی سال شماری نمیدونم، منم همین شنیدگی رفیقا. سال 2020 سال موش سفید گفته. اصلا گریم موش این یک حیوانه که میباشد که بسیار خانه با بودنش فایده ندارد. لیکن عزیزان دل و دیده، موش پیدا شود این بی‌مسئولیتی پیشک خاندان شما یا اینکه بی‌مسئولیتی مردی خاندان. بنابر همین من گمان میکنم که مردم تنها با انا همین یک چی میگن گزنده میگن چی میگن خزنده میگن خیلی موش ده مبارزه میبرن همچنین. خب بعضیا موش قپک میمونن، بعضیا مرگی موش میمونن. لیکن موش های حاضر من گفتم که اصلی 21 این موش ها با موش قپک و مرگی موش کار نمیکنند. برای همین دوستان من چی گفتنی، موش از یک طرف دیگر رمزی چگم و یک جانوری که میباشد که تمامی بود و بایافت به خاندان خودش میکشاند، خیرمند میکند خانهش. بنابر همین آرزوی آن داریم که خانه شما هم فراوانی شود، پوری گندم شود. میگیم عزیزان یک قند زنید. من یک چیز گفتنی هستم که اصلا گریم اگر درباره موش گپ میزنیم، درباره سال گپ زدیم، کجایی که موش هست پیشک هست، یعنی که گربه میگن. لیکن از طرف دیگر اگر از راه ما گربه سیاه گذرد، همین خیلی کنه هست کو 7 قدم قفا برفتن در کار. میگن عزیزان دل تماشاگران گرامی، ما تنها به پیش میرویم و باوری کامل دارم که مقصدی که در پیش خودمون گذاشتیم همون مقصد رو میرسیم. مقصد ما چی بود میدونید؟ خاطرتون میاد این کمی باشدم طبع نازک شما رو خوش گردانیدم. خب یه چای من نوشم میبخشم شما یک چای نوشتون سوری البته عزیزان دل و دیده، اگر صحبت را ادامه دهیم، اگر سال میگویم سالی آمده ایستاده رو، سالی نو رو میگویم چگونه پیشوازگیری همین خیلی دوام میده. یعنی که تو امروز اگر ما رو تماشا کرده ایستاده باشی و در لبان تو کمی باشد هم تبسم پیدا شود، من باوری کامل دارم که 100% البته همین سال فقط خنده و بازی و شوخی که میگذرد. اون نفرانی باشن که ما رو از کتی بیماری، از بالین بیماری ما رو تماشا کرده ایستاده باشن، از جایتون برخیزید. بس کن بیمار شده خواب کردم بس خیسته کمتر یک تابه خوش کرده. خدا اگر خواهد صحتمند و سلامت نشوید. این تلویزیونی دیار. خوب دوستان عزیز و ارجمند، این برنامه 2020 برنامه فراغتی گوییم هم میشه. درباره چی گپ زده بودیم؟ درباره موش، سالی موش کو حاضر. خلاصی گپ یک تجربه گذرانیم گفتن علما کمتر بیکار موندن، نه یک تجربه گذرانیم. چه تجربه، چگونه تجربه؟ گفتم سوال دیدن گفتن که بیایتون نصف شب همین چی گویم 3 تا موشه از 3 دولت گرفته میبینیم. کدام دولت؟ قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان. یک تا طرفخانه به نصف شب سر میدیم کنی ببینیم چی همون چی کار میکنن. خلاصی گپ اولین روز موش قرقیزستان از یک سر دادن، چراغای خاموش کردن، سر دادن نگاه میکنن. کاغذ کامera های هم هایده شب نشون میدادن، نگاه کنند که هم تو براملسو هم تو موشی هم براملسو نگاه کنند. اگر یگان چی نیست همه جا تک تاریک سیکین بکنم رفته نزدیک یخدام رفته هم تو کشاده کمتر پنیره گیت خوردسو نگاه کند بار. اگه میدونید که خیلی آدم هم موشم بار را بینه جانش میدارد کن بار گفتگی جوش برای نفهمیدگی من میگم یک کمتر تخته های تخته پشت تخته با همش
حرارتی بدنش آچیل زیاد ماده خلاصی گپ انا هوای مشچه قرقیزستان رفت سو نرغی تاقدان برغی تاق گفته یکتا نیم تامی یک 17 گرام گرفته نوشی جان کرسو امروز به بحث بتا در آمده رفته است نوبتی موشی ازبکستان است 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 یک برآمده قپلمه جانگلم قپلمه گفته رفته همون ریزو چاشی الوی قرقیزستان همون نانوش ریزان دیگه هوا یک گرفته خورده سو بار رفته یک 50 گرم نوشیده جانان بلمندی همانی کویدرسم گفته تاپی قلده است خب نوبتی موشی تاجیکستان آمده است ما خدا مایم چیو لیکن آنایی نیو لیکن همین موشا مایم بالا بوده است لیکن همین خیلی برآمده است تاقی هاش باشیدگی چپانچه هاش باشیدگی هم تو بلند هم تو نیا کنم یکان چی میخوردگی نیست می جنده گفته هم تو نیا کند یک همون جنده حسیبی سر است حسیبه گرفته زده است خورده است نگاه کند بار رفته بودگی همون مشروبات همشه نوشیدن بعد کیفش بلند شده است همه نگاه کرد که خوابش میبرد میگفته نه خوابش نبرد است کنی و پشک گربه دعوت کن تا اینجا بعد دهان من گفت من گویم اوی نوشیدن عموما فایدهش نیست اکو موش چیه نوشیدن چیه من به حیران میشم از ما ادامه میدیم این برنامه 2020 عزیزان سال نوی آمده ایستاده نگاه کنید دیگه 2020 دو رقمی با یکدیگر مانند یخیله خیلی باینی میگویند که دو چیزی یخیله به ایستاده آرزوت اگر گفته مانی اگر حتما جامعه عمل میپشت است باور کنید شما هم این برنامه ما تماشا کرده آرزو کده انگریتون خدا اگر خواهد آرزوتون جامعه عمل میپشد جامعه اون طرف ایستاد پلاش پالتو میپوشد باور کنید اوی من یک واقعه عجایب یادم برسید همینش رو گفته دیم مایلشمی اگر اجازت باشد نه اگر اجازت گوش کنیتون التماس دیگه من فهمیتون شما ده اگه این تلویزیون دیار من میدونم که بسیار مشتری های زیاد دارن این برنامه ناف که های بعضیا ممکن سری پلیتی گزیبه اوقات کری سوده خوراک کرده پخته سوده یک بار نگاه کنه به همین شخص شده ماندگی باشن یک بار رفته خبر گرفتن گفته نمیشه تا خوراک